صل على علي بن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النبي وحجتك على من فوض الأرض ومن تحت الثرايا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین حمدا ازلیا بابدیته و ابدیا بازلیته متجلیا فی مرایا آفاقه و الصلاة و السلام علی اول العدد و صاحب الابد الذی روحه نسخة الاحدیة فی اللاهوت و جسده صورة معانی الملک و الملکوت و قلبه خزانة علم الذی لا یموت طاووس الکبریا و حمام الجبروت سیدنا و نبینا الامجد ابی القاسم و ابی الزهرا محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین لا سیما مولانا بقیت الله فی الارضین روحی له الفدا و ارواح العالمین و اللعن الدائم علی اعدائهم الی یوم الدین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. خدای منان ما را مشمول این آیه کریمه در سوره توبه آیه 119 ما را مشمول این آیه کریمه قرار بدهد برای توسلش و نیل به این آرمان اون چرا که عشق داریم معرفت داریم انتظار داریم اهل بیت عصمت برگردند و جهان پر ظلم و جور را پر از عدل و داد کنند به محضر 14 معصوم به خصوص واقعا در انتظار قدوم مبارک 14مینشون هستیم. به قدر انتظارمون به محضرشون صلوات میفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. ممنون. دیشب در محضر بزرگ شما میهمانان آقا علی ابن موسی الرضا علیهم السلام
یه نامه ای رو از امام جعفر صادق مطرح کردم که اون نامه رو حضرت نوشته بود به شیعیانش. هر کس شیعه اوست در هر جای عالم و در هر زمان عالم. اگر الان 1300 ساله این نامه صادر شده به قلم حضرت صادق علیه السلام، برای شیعیان 1300 سال قبل بود، برای من و شما هم هست. یه رساله است، یه نامه است. دیشب گفتم امشب فهرستشو میگم که زمینه به دستتون بیاد، اون وقت فراز امشب رو تقدیم کنم. حضرت فرمود این نامه رو محل درستون قرار بدید، مدارسه. دقت و نظر تو این نامه من داشته باشید. عرض شود حضورتون که کاملا بخوانید و بفهمید و عمل کنید. مدارسه، نظر، دقت، عهد و پیمان با این نامه من داشته باشید و عمل کنید. اینو باید من و شما معتقد باشیم. اگر این حرف امام صادق علیه السلام رو درباره نامش به این 4 حالت مورد درس قرار میدادیم، با دقت میخوندیم، پیمان میبستیم با این نامه، ترکش نمی کردیم، همیشه میخوندیم و عمل میکردیم، زندگی من و شما و دنیای من و شما غیر از این بود. اونی بود که امام زمان میخواد. نشده دیگه، حالا عواملم زیاد. بعد تو این نامه دیشب گفتم بعد از بسم الله و سلام و صلوات بر پیغمبر خدا، صلوات الله، فرمود بخوانید این رو و 4 چیز از خدا بخواهید. فاسألوا ربکم، 4 چیز بخواهید. 1، از خدا عافیت بخواهید. دیشب عافیت رو گفتم. از خدا پرهیزکاری رو بخواهید. اینم دیشب گفته شد. عرض شود حضورتون که از خدا وقار بخواهید، وزین بودن و سنگین بودن و مؤدب بودن. این 3 تا. 4، سکینه بخواهید. سکینه اسم خیلی از خانوماست، ولی معنی لغویش آرامش، طمأنینه، تسلط بر خودمون. خیلی از اوقات ما تسلط بر خودمون نداریم، زبونمون از ما جلوتره، چشممون از ما جلوتره، گوشمون همینطور. این 4 چیز رو امام صادق اول خواست: عافیت، پرهیزکاری، وقار، سکینه.
من دیشب یادم رفت آدرس این نامه امام صادق رو تقدیم کنم. حالا گوش بدید ببینید این نامه کجاها نوشته شده. 1. در فروع کافی. مرحوم کلینی صاحب کافی 3 جور کافی داره: اصول کافی، فروع کافی، روضه کافی. فروع اصول کافی 4 جلده، فروع کافی 8 جلده، روضه کافی هم 1 جلده. حالا این نامه امام صادق در جلد 8 فروع کافی کلینی 1، در جلد 78 بهار مرحوم مجلسی صفحه 210. روضه کافی که 1 جلده، اول روایت کتاب روضه همین نامه است، آخر صفحه کتاب روضه کافی همین نامه است. یعنی در کتاب روضه کافی اولش و آخرش این نامه آمده. از بس مهمه. کتابی داره مرحوم ملا محسن فیض به نام وافی. در اون کتاب وافی هم ملا محسن فیض نوشته 4-5 سند معتبر. از بس مهم بود. طبق دستور امام جعفر صادق علیه السلام شیعیان و دوستان این نامه رو رونوشت می‌کردن. اون وقت دستگاه تکثیر که نبوده، رونوشت می‌کردن و هر خانواده یه رونوشت می‌برده خونه‌شون، میذاشته توی محل نماز خونه‌شون و هر وقت تو محل نماز خونه‌شون نماز می‌خوندن این نامه رو با هم می‌خوندن. ما در هیچ یک از گفتار ائمه معصومین علیهم السلام اینجوری سفارش نداریم. خود ائمه در گفتارشون خیلی حرف گفته. همین امام صادق 10,000 حدیث داره، اما درباره این نامه خیلی سفارش کرده. لذا دیشب گفتم امام صادق 4 چیز از ما میخواد که از خدا بخواهیم. خدا عافیت بده، عافیت جسم، عافیت جان، عافیت نسل، عافیت ناموس، عافیت مالمون، عافیت دینمون در امان باشن. و دیشب متذکر شدم در بین کشورهای پر از خون امام رضا عنایت داره، خود امام حسین و عاشورا عنایت دارن، خود امام صادق اینجا بیشتر طرفدار داره و خود امام زمان عنایت داره. این کشور فعلا عافیت داره، میخوان عافیتشو به هم بزنن. والله اگر میتونستن حالا ما رو گرفتار میکردن. چیزی از استقلال و امنیت و آرامش و امنیت ناموس و نسل و جان نبود. الان این عافیت رو داریم و دیشب همه با هم گفتیم الحمدلله. امشبم بگیم در مقابل نعمت عافیت و امنیت همه جور، جسممون، جانمون، نسلمون، ناموسمون، دینمون، بازارمون، اگر خودمون خرابکاری نکنیم در مقابل این نعمت که بالاترین نعمتهای خداست، همه با هم، زن و مرد و پیر و جوان، همه میگیم الحمدلله رب العالمین. اگر شکر و الحمدلله نگیم اون وقت نعمت از دستمون میره. حالا
در فراز دوم امام صادق چی گفته و از من و شما چی خواسته؟ خواهش میکنم عنایت کنید. این 10 شب اگرچه این نامه امام صادق برای 30 شب ماه رمضان خوبه، من این 10 شب 10 تا فرازشو گلچین کنم، تقدیم مهمونهای امام رضا کنم. در فراز دوم نامه حضرت نوشت علیکم بالحیا. زن و مرد، امام صادق داره میگه علیکم بالحیا، بر شما باد، ملزمید، ضرورت، واجب حیا داشته باشید. این علیکم به قول ما طلبه ها اسم فعله، یعنی الزم الحیا. حیا رو باید ملازم با حیا باشید. حیا غیر از خجالته. گاهی خجالت ها نابجاست. خانومه میگه من تا به حال حجاب درستی نداشتم، الان میخوام حجاب داشته باشم خجالت میکشم. این خجالت بیعقلی است. پیغمبر فرمود خجالت حمق. تو خونه یه واجب به گردن دختر یا پسر تو خونه میاد، باید برن اقدام کنن واجبی رو انجام بدن، مثل غسل مثلا. میگه خجالت میکشم. اینا خجالت های مردوده. حیا یه چیزیست مربوط به دل. حیا خدا هم تو دل ما حیا گذاشته. امام صادق میگه به این اکتفا نکنید، علیکم بالحیا. اون حیای ذاتی رو که خدا در دلتون گذاشته افزونش کنید، حیامند بشید. حیا پیغمبر فرمود با ایمان برادرن، با همن. هر خواهری و خانومی گوش نده ضرر کرده. الحیا و الایمان مقرونان. حیا با ایمان به خدا جفت همن، با همن. هر جا حیا باشه، در هر انسانی حیا باشه، ایمانم هست. هر جا حیا در هر کس حیا نباشه، ایمانم نیست. مثل 2 تا 4 تا. حیا با ایمانه. بی ایمانی از بی حیاییه. یه بیتی رو من نمیدونم، یه بیت شعر نمیدونم مال کیه، خطاب به زنها میکنه. ترجمه کلمه حیا تو فارسی شرمه. حیا عربیه، شرم فارسیشه. این شاعر خطاب میکنه به زنان عالم، میگه شرم است حصار تو. حصار یعنی دیوار. دیوار میکشیم دور خونمون، دیوار میکشیم دور باغمون، دور مالمون. خطاب به زنها میکنه این شاعر، میگه شرم است حصار تو، یعنی دیوار تو. میندیش از دزد. چون حیا داری دیوار دور خودت کشیدی. میندیش از دزد، دزد واردت نمیشه. اون خانه برد دزد که دیوار ندارد. خانه بی دیوار، مال بی دیوار سرقت میشه. یقینا
دیوار و حصار مانع از دزده. آقا و خانوم، حیا که با حجاب تأمین حجاب دلیلشه. یعنی اگر بخوایم بفهمیم یه خانومی حیا داره، نوعاً به حجابش نگاه میکنیم، اگرچه بعضی از چادرها و حجابها سوری دلیل بر حیای باطن نیست، لذا بعضی از چادری ها هم خلافکارن، بندوباری ندارن. اگر حجابی برخواسته از حیای درون آدم باشه، اون حجابه و اون دیواره و جلو ورود خائن رو میگیره. امام صادق اول بلا اول تو این جمله، اونم با کلمه علیکم، بر شما باد، بالحیا. زن و مردم فرق نمیکنه، پیر و جوون هم فرق نمیکنه، دارا و ندار، عالم و عامی. حیا یکی از علائم کمال انسانه. این جمله اول، این تذکر اول. تذکر دوم تو این فراز، و تنزه اما تنزه عنه الصالحون قبلکم. عجیبه. آی شیعیان و اصحاب و دوستان امام صادق در جهان، بعد از اینکه حیا کسب کنید، منزه بشید، منظم بشید، مرتب بشید. کلمه منزه خیلی عجیبه. منزه یعنی دور از هر آلودگی، دور از هر آلایش، دور از هر کثافت، چه ظاهری چه باطنی. بدنمون کثیف و نجس میشه، باید بشوییم. فکر نجس تو مغز و سینمون میاد، بیرونش کن. تنزه، منزه بشید، ظاهر و باطنتون. یاد بگیرید از صلحای قبل از شما چگونه منزه بودند. اینجاست که بر ما لازمه تاریخ رو بخونیم، از گذشتگان کارا و حالاتشون رو مطلع بشیم، درس بگیریم. قرآن یک ربعش تاریخه، 1000 آیهش راجع به گذشتگانه که باید بخونیم. آدم پسر شیث، نوح پسر ناباب، ابراهیم جنایات زمانش و مکتب توحیدی حضرت ابراهیم خلیل، موسی، عیسی و خاتم انبیا محمد مصطفی. من کاری ندارم که از نبوت و پیغمبری پیغمبر بگم یا از مقام عصمتش، اینا هست. هر کس به چهره و قامت و قواره پیغمبر اکرم نگاه می کرد، جذب می شد. هر کس کارهای پیغمبر، حالات پیغمبر رو میدید، به دین پیغمبر وارد میشد. چرا؟ سر تا پای پیغمبر واقعا منزه بود، اسوه و الگوی تنزه و منزه بودن. بیشتر از این قدرت عقل من نمیکشه چجور باز کنم این حرف رو. نداریم واژه‌ای. امام صادق توقع داره
حیا پیدا بکنید، کسب کنید، اضافه کنید حیای ذاتی رو که خدا در وجودتون قرار داده که هر انسانی یه حیایی داره، اینو افزونش کنید. منزه بشید تو جامعه، از گذشتگان یاد بگیرید، از گذشتگان یاد بگیرید. اجازه بدید من یه تیکه تاریخ بگم اینجا. ابن ابی امیر یه شیعه است، شیعه این آقا امام رضا. به یک کسی پول قرض داد، اون آدم بدهکارش شد. هارون رشید این جناب ابن ابی امیر رو گرفت به جرم شیعه بودن، به جرم طرفدار امام رضا بودن علیه السلام. گرفت زندانش کرد و تمام اموالش رو مصادره کرد. 17 سال تو زندان هارون بود. زندان هارون همین منطقه است دیگه. آزاد شد، یه درهم پول نداره. طلبکار میدونست این آزاد شده، یه قرون پولم نداره، واقعا برای نان روزش لنگه، اموالش مصادره است. گفت خدای چه کنم، این طلبم و من میخوام بهش بدم، این بدهکاری رو ادا کنم، برم پولشو بدم. حالا یه روزی منو نجات داد، امروز من اینو نجات بدم. بدهکار خودش پول آماده نداشت، چون دلش هم میسوخت به حال ابن ابی امیر. خونش رو فروخت، خانه مسکونی خود و زن و بچهش رو فروخت. آورد خدمت ابن ابی امیر، گفت میدونم واقعا فاقد هر چیزی هست، هیچی نداری، لذا بدهکاریم اینه، تقدیمت میکنم. ابن ابی امیرم میدونست که این اینجوری قوی نیست و متمکن نیست. گفت این پول رو چگونه فراهم کردی، چگونه تأمین کردی؟ حالا یا ناچار شد یا خیلی سرش تو حساب نبود. گفت قربان نداشتم، ناچار خونم رو فروختم و میخوام پول شما رو بدم. شما رو به خدا گوش بدید، این قصه رو ببینید. چند تا آدمی اینجوری الان ما تو کره زمین شیعه داریم. ابن ابی امیر تا فهمید خونش رو فروخته، آمده دینش رو ادا کنه، قبول نکرد. گفت قرانش هم قبول نمی کنم، زود برو خونه رو پس بگیر، چون فهمیدی من فاقد همه چیز هستم، دلت به حال من سوخته، خونت رو فروختی، من این پول رو قبول نمی کنم، نمیخورم این پول رو، برو خونت رو پس بگیر. ما داریم اینجوری. بانک هامون چی کار میکنن؟ یه روز دیر کرده قسطت بشه روش میاد که همه مراجع گفتن حرامه. یه متمکن، یه متمول، یه آدم توانمند به یک کسی پول قرض داده، واقعا نداره، از زمانش هم گذشته، چی کارش میکنه؟ چکش رو به اجرا میذاره دیگه، گرفتار زندانش میکنه. زندان چه اثر داره؟ چه پولی برای شما طلبکار تأمین میکنه؟ در حالی که قرآن میگه اگر طلبکار الان نتوانست بدهکار الان نتوانست بدهیشو بپردازه، قرآن میگه فنظرتون الی میسره، باید صبر کنی از این اسرت در بیاد، به سهل و آسانی و رفاه بیفته، بعد برو مطالبه کن. آقا دیر کرده ها جریمه داره، طبق فتوای مراجع حرام مسلم. حالا ما نمیدونیم با این پولای بانک چی کار بکنیم، هممونم پولامون تو بانک و از بانک میگیریم و به بانک میسپاریم و الی آخر. بنابراین
جمله کلمه اول در فراز امشب، حیا. خانوم ها از شما بیشتر توقعه. بی حیایی و بی بندوباری زن جامعه رو خیلی بدتر از بی بندوباری مرد آلوده و فاسد میکنه. اصلا بگذارید من جرأت کنم بگم، از خانوما که ما نمیترسیم، که از هیچ کی نمیترسیم در گفتن، اصلا انحراف نسل جوان ما به خاطر بیبندوباری دختران ماست. چرا این حقایق رو نمیخوایم قبول بکنیم؟ میفهمند که دارن افساد میکنند، راضین افساد کنند در جامعه. توبهشون چجور قبول میشه به درگاه خدا؟ این یک. دو، تنزه، منزه بشیم، مطهر بشیم، پاک از آلایشات. میتونیم، راحت هم میتونیم. این دو کلمه. سه، علیکم به مجاملت اهل الباطل. الله اکبر. با اهل باطل، با کفار، با نمیدونم بت پرست، با مشرکین هم مجامله داشته باش. مجامله از جمال، از جمیل، از زیبایی. مسلمان طرفدار خاتم انبیا و قرآن، مسلمان طرفدار امیرالمؤمنین بی نظیر توی عالم، امام صادقت میگه با کفار هم که روبرو شدی با زیبایی روبرو شو، با ادب، با خوبی، با چهره خندان، گرم، با محبت. الله اکبر. با کفار با محبت روبرو بشید. جمیل و زیبا با هم کار داشته باشید. با کفار، با خودمون چطور؟ و علیکم یعنی ملزمید، علیکم واجبه به مجاملت اهل الباطل. تحمل الزیم منهم. اذیتت میکنن، تحمل کن. جسارت میکنن، تحمل کن. با کفار. اون وقت در بین خودمون اینجوری هستی؟ آیا این آیه آخر سوره مبارکه فتح همینا رو نمیگه؟ این حرفا از دل این آیات قرآن در نیامده؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. محمد رسول الله والذین معه اشداء علی الکفار. در مقابل کفار حربی، اونایی که میخوان ریشتو بزنن، اونایی که میخوان کشورتو بگیرن، اونایی که میخوان ناموست رو خیانت کنن، اونایی که میخوان نسلتو منحرف و بیدین کنن، در مقابلشون وایسا. اما کافر تو کشور ما داره زندگی میکنه، یهودی و مسیحی و زردشت و آتش پرست. با اینها خوب رفتار کنید. در بین خودمون چی؟ رحماء بینهم. من واقعا عزیزان من جامعه رو میبینم، من نمیدونم من بدبینم یا نه، خودمون با خودمون اونجوری نیستیم که امام صادق میگه با کفار اونجوری باشید. همدیگر رو میندازیم زندان، همدیگر رو زمین میزنیم، همدیگر رو ورشکست میکنیم، ریشه همدیگر رو میخوایم بزنیم. خیلی جاها هست. اون وقت امام صادق توقع داره با اهل باطل ما مماشات، مجامله، خوب رفتار کنیم. والله اثر میذاره. اونا میان سمت ما. پیغمبر داشت میرفت، یه یهودی داشت میومد. یه روزی این یهودی تو مدینه پول داده بود به پیغمبر. پیغمبر یه
فقیری ازش پول میخواست نداشت، اون یهودی گفت من میدم به شما بعد میگیرم، ولی قصد داشت یهودیه. گذشت مدتی تو کوچه پیغمبر رو دید، گفت محمد. هر کس هم میخواست بیادبی کنه به پیغمبر میگفت محمد، نمیگفت یا رسول الله. گفت یا محمد این طلب ما رو چرا نمیدی؟ رسول اکرم با کمال ادب و آقایی فرمود والله الان ندارم، الان برسه تقدیم میکنم. گفت یه حرفا رو نمیفهمم. گرفت گریبان پیغمبر رو. امیرالمؤمنین بود، مسلمان هم بودن. امیرالمؤمنین اومد غضب کنه، پیغمبر فرمود، اشاره کرد علی برو اینا رو ببر خونهشون برسون، خودت هم برو خونه. این آقای یهودی از من طلب داره، حق داره یخه منو بگیره. اصلا پیغمبر یعنی این. بگم 24 ساعت یک شبانه روز روایت میگه یهودیه پیغمبر رو تو کوچه نگه داشت. میخواست پیغمبر رو به غضب در بیاره. پیغمبر هیچی نگفت، سرش هم پایین بود، تو روش هم نگاه نمیکرد که رو دربایستی قرار بگیره. اگر پیغمبر خواب رفت که بعیده، اگر غذا خورد همون تو کوچه، اگر نماز خوند تو کوچه، نگهش داشت. فردا مسلمان ها اومدن دور پیغمبر، یه نفرم پولدار نبود تو یاران پیغمبر که به پیغمبر پولو بده، پیغمبر حق این رو بده، قرضش رو بده. نبود، فقرا بودن دیگه. همین که یک شبانه روز تمام شد و مسلمان جمع شده بودن و با گردن کج و پیغمبر اجازه نمیداد برخوردی بشه با این یهودی، دیدن یهودی گریبان پیغمبر رو رها کرد، نشست روی زمین، پای پیغمبر رو بوسید. خواهش میکنم گوش بدید. گفت مسلمونا عذرخواهی میکنم از شما، یا رسول الله منو، دیگه حالا شد یا رسول الله منو ببخش، قصد جسارت و دشمنی نداشتم. تو توراتمون کتاب موسی خونده بودم آخر زمان پیغمبریست خوشرو، خوشخو، خوش زبان، خوش برخورد، آقا. اون پولو اون روز بهتون دادم که امروز امتحانت کنم. 24 ساعته نگهت داشتم، قیافت هم عوض نشد، با چشم و چهره بدم به من نگاه نکردی. فهمیدم همون پیغمبری است که خدا در تورات موسی ما بیان کرده، فانا اقول اشهد ان لا اله الا الله و انک محمدا رسول الله. و از این قبیل تیکه های تاریخ الا ماشاءالله تو این 14 معصوم. عجیبه والله. ما خیلی عقبیم آقایون و خانوم ها. من به خودم هم میگم 50 و چند سال غور میزنم تو تاریخ و روایات، اونی که باید بشم نشدم، ولی والله دلم میخواد، والله دلم هم میسوزه، والله یه جوان بیکار بیعار آلوده ولگرد رو میبینم، هیچ فرق نمیذارم با جوان خودم اگر ولگرد و بیعار و بیکار باشه، والله قصه میخورم. و باید اینجوری باشیم، رحما بینهم. چند تا جمله شد. حیا، خواهش میکنم روی این کلمه کار کنید. تنزه، منزه بودن، یاد بگیرید از گذشتگان. مجامله، خوشرویی و مماشات با اهل باطل، حتی اذیتشون هم تحمل کنید. یه جمله دیگه من آخر بگم برم سراغ عمه جانم زینب سلام الله علیها. دعوت شدم از طرف دفتر مقام معظم رهبری در سال 85 رفتم به واشنگتن. یه 15 روز اونجا برای ایرانیامون که در حد بالا بودن حرف میزدیم، سخنرانی داشتیم، دعای کامل داشتیم. آخر
آخر سفر گریه میکردن. از من قول گرفتن ماه رمضان برم. قول دادم. دفتر مقام معظم رهبری ادام الله ظله در تهران 2 بار منو فرستاد به دبی، تو کنسولی آمریکای مستقر در دبی با من مصاحبه کنن. یه بار مصاحبه کردن، جواب ندادن. دفتر مقام معظم رهبری اشکال کرد، دگر بار منو خواستن در دبی. رفتم نشستم. یه آقای آمریکایی هم اونجاست، آمد پیش من و با من حرف بزنه، مصاحبه کنه. یه خانوم تحصیل کرده از مسجد امام حسینمون تو دبی هم مترجم من بود. اول سوالی که از من کرد اون سرکنسول آمریکایی تو دبی، تازه پاپ اعظم سخنرانی کرده بود برخلاف اسلام، علیه اسلام، که اسلام دین جنگ، اسلام دین خونه، اسلام دین آدمکشیه. از من پرسید شما با سخنرانی جناب پاپ نظرتون چیه؟ من بدون مکس گفتم از رهبر معظم گرفته تا من، این مردم عزیز کوچه و خیابونمون، همه با این سخنرانی پاپ مخالفن. نگاه میکنه تو این کشورها جنگ، خیال میکنه اینا اسلامه، که جنگا هم خودشون راه انداختن. گفتم اسلام ما، پیغمبر ما خاتمه. گفت یعنی چی؟ گفتم حضرت مسیح که پیغمبر شما و پیغمبر ما هم هست، مظهر صلح و وداد و دوستی بود دیگه. گفت بله. گفتم پیغمبر ما در صلح و وداد و دوستی هم خاتمه، ختم کرده این اخلاق انسانی الهی و فاضله ها رو. گفت که دلیلت؟ بلافاصله این سخن اومد تو مغز من که خدا کمکم کرد. گفتم که هر شخصیتی یه وسیله دفاعی داره چون دشمن دارن. گفت بله. گفتم شما از آمریکا اومدی توی یه کشور اسلامی به نام دبی، شما وسیله؟ گفت بله این محافظ منه. بعد کلتش هم نشون داد، گفت اینم وسیله حفاظت خودم. گفتم انبیا هم دشمن داشتن، وسیله حفاظت داشتن. حضرت عیسی هم داشته. پیغمبر ما یه شمشیری داشت. شمشیر آلت جنگه و آلت حفاظت. با اینکه آلت جنگ شمشیر، اما به امر خدا به دسته شمشیر پیغمبر ما 3 جمله نوشته بوده. خیلی توجه کرد، آدم با سوادی هم بود. گفت من چند تا دکترا دارم. گفت چیه اون جملات؟ حالا برای شما میگم. به دسته شمشیر پیغمبر که آلت جنگه، حتی اینا نوشته 3 جمله. 1، سل من قطعک، وصل کن به کسی که از تو قطع کرد. با هم حرفتون شده، قهر کرد، جسارت هم کرد و قهر کرد. با اینکه اون جسارت کرده، تو برو آشتی کن، وصل کن به کسی که از تو قطع کرده و بریده. گفتم این یه جمله. جمله دوم عجیب تر، احسن به من اساء الیک، احسان کن در حق کسی که به تو اساءه ادب کرده، یعنی بیادبی کرده. احسان در مقابل بیادبی. خیره شده بود. 3 نوشته قل الحق ولو علیک، حق رو بگو اگرچه به زیانت هم باشه. حق رو بگو، اگر ضررم کردی، تو یه آدم ضرر کردی، حق رو نگی، حق رو زیر پا بگذاری، عالم ضرر کرده. قل الحق ولو علیک. خواهش کرد از من عربیشو بنویسم، ترجمه کنم به فارسی، بدم اون خانم مترجم برگردون کنه به لاتین یا انگلیسی. که من گفتم که حالا شما برای چی لازم دارید؟ گفت راست گفتی که پیغمبرتون خاتمه در تمام فضائل، و من چون در مراکز علمی میرم، میخوام این رو به عنوان هدیه ببرم تو مراکز علمی آمریکامون. اینا از موسی و عیسی شنیده نشده
این حقایق از محمد شما شنیده شده. من 2 کلمه از دیشب و امشب بگم عرضم تمام. جان مولا، بیایید پرهیزکاری رو ادامه بدیم در همه ابعاد. این از دیشب. امشب بیایید حیا رو افزون کنیم، حیا داشته باشیم. آقا و خانم، پیر و جوان، حیا. گناه کردن بی حیایی. همین امام صادق فرمود اگر این 2 کلمه رو رعایت کنیم افتادیم روی ریل و جاده به قول قرآن و نمازمون صراط مستقیم. صراط مستقیم علی ابن ابی طالب و اولاد معصومینش هست علیهم صلوات الله. این غزلم براتون بخونم که روزی من همینه. به بیت‌های غزل خوب دقت کنید. این زبان حال و قال امام حسینه. دل مردرم محبت من زنده دل کند، میشه کسی از حالات امام حسین خبردار بشه و آدم نشه؟ دل مردرم محبت من زنده دل کند، دل را اگر ز الفت شیطان بحل کند. قلب شکستم شده منزلگه خدا. خیلی اینجا هنرمندان است، خیلی ها نمیگیرن، هنر رو نمیگیرن تو این بیت. قلب شکستم شده منزلگه خدا، سازنده دل آمده تعمیر دل کنه. خیلی خیلی بلنده. گوش بده، اگه تونستی یه عاشورا بیاد و سینه نزنی. آن ره روی که دور شود از حریم من. میتونی یه عاشورا پیرم مشکی نپوشی؟ میتونی یه محرم بیاد یا حسین نگی؟ میشه؟ دلت میذاره؟ آن ره روی که دور شود از حریم من، با دست خیش کشتی دل را به گل کند. میافتی تو گل، غرق میشی. این بیت آخرم گوش بده، یه عالم میارزه. شرمنده عالمی بود از لطف و مهر من. میتونم بگم عالمی سر سفره امام حسینه، نه شیعه، خیلی سنی ها، خیلی مسیحی ها، خیلی زردشتی ها. مثلا عالم رو گرفته. کل یوم عاشورا کل ارض کربلا. شرمنده عالمی بود از لطف و مهر من، اما مرا محبت زینب خجل کند. عالم خجالت زده منه، اما من خجالت زده خواهرم زینب. حسین دم دروازه کوفه چشمش افتاد به
سر بریده بالای نیزه، چنان سر زد به محمل زین مصیبت زینب بیدل، که بشکست و شکست از این شکستن مصطفی را دل. زمزمه عاشقانه حسین آرام جانم، حسین روح روانم. بسم الله الرحمن الرحیم. فلک با دیدن داغ پیامبر به تن افروخت داغ دیگر من، ز پا افتاد زیر تازیانه در ایام جوانی مادر من. شاعری که سروده زبانان حضرت زینبه میگه من چه دیدم. ز پا افتاد زیر تازیانه در ایام جوانی مادر من، به طفلی قسمتم شد خانداری، به جای مادر غم پرور من. پس از چندی پدر را دادم از دست، کز این غم سوخت جان در پیکر من. چو دیدم خون ز حلق مجتبی ریخت، دو دریا شد ز خون چشم تر من. فلک یار مرا در کربلا برد، ستمها بود کامد بر سر من. خودم دیدم به یک روز از دم تیغ به خون غلتید 18 یاور من. همه بار سفر بستند و رفتند، دریغا اکبر من از غره من. الا ای طایران با هم بنالید، به یاد لاله های پر من. گلستان مرا در خون کشیدند، مرا در دامن هامون کشیدند. الا جانم تو را قربان برادر، بخوان قرآن بخوان قرآن برادر.
شرار سینه سوزان ما را به قرآن خوندنت بنشان برادر. چرا با سنگ فرقت را شکستند مگر تو نیستی مهمان برادر. تو را بین دو نهر آب کشتند. تو را از اینکه عارفانه گریه میکنید زبان حال حضرت زینب شاعر سروده، ممنونم ازتون. تو را بین دو نهر آب کشتند، دریغا با لب عطشان برادر. تو رفتی بعد تو ذکرم همین است برادر جان، برادر جان، برادر. تو رفتی بعد تو ذکرم همین است برادر جان، برادر جان، برادر. از آن بر چوب محمل سر شکستم، از آن بر چوب محمل سر شکستم که بودم با تو هم پیمان برادر. دگر بعد تو زینب دل نبندد، دیگر بعد از تو زینب دل نبندد. به باغ و لاله و بستان برادر. گلستان مرا در خون کشیدند، مرا در دامن هامون کشیدند. عزیز دلمون حضرت آی خانساری با اون صدای گرمشون کار روزه رو به اینجا رساندند. از آن بر چوب محمل سر شکستم که بودم با تو هم پیمان برادر. دگر بعد از تو زینب دل نبندد، به باغ و لاله و بستان برادر. گلستان مرا در خون کشیدن، مرا در دامن هامون کشیدن. حسین داغ جوان دیدی، منم دیدم داغ برادر، منم شریک بودم. اما تشنگی منم دیدم، اما میبینم محاسنت به خون سرت رنگینه. چرا سر زینبت خونین نباشه؟ در این مصیبت با تو من شریک نیستم. چرا شریک نیستم؟ سر تو خون به پای نیزری زد، چرا خون از سر زینب نریزد؟ چنان از سوز هجر و آتش دل سر خود را بزد بر چوب محمل.
گفت من شکستگی سر زینب رو ندیدم، ولی وقتی محملش گذشت دیدم خون تازه از پایه های محملش داره میریزه. عزیز من، نه سرم از سرت عزیز تر است. ببین که می شکنم سر به پای این درگاه. یه جمله دیگه صدا زد حسین حسین، با من حرف نمیزنی نزن، به من نگاه نمی کنی نکن، آخر یک کلام با این دختر کوچکت حرف بزن که روح از بدنش مفارقت میکنه. حالا همه با هم دست جمعی صدای منو میشنوید، انشاءالله کربلا بنالید. حسین آرام جانم، حسین روح و روانم، حسین